سلام به همگی. امروز میخوایم یه موضوع فوق‌العاده مهم رو با هم بررسی کنیم. وقتی هوش مصنوعی پاش به کسب و کارتون باز میشه، چطور باید از با ارزش‌ترین داراییتون، یعنی نوآوری‌هاتون، محافظت کنید؟ خب بذارید با این نقل قول شروع کنیم که به نظرم دقیقاً میزنه به هدف. ببینید وقتی پای هوش مصنوعی وسطه، همه چیز، یعنی واقعاً همه چیز، به قراردادی که میبندید بستگی داره. ببینید هوش مصنوعی داره ارزش فوق‌العاده‌ای خلق میکنه. ولی مشکل اینجاست که قوانین مثلا تو آمریکا هنوز تکلیفشون با مالکیت چیزایی که هوش مصنوعی میسازه روشن نیست. این ابهام قانونی از یه طرف خیلی ریسکیه، ولی از طرف دیگه یه فرصت بی‌نظیره که خودتون توی قرارداد قوانین بازی رو تعریف کنید. خب برای اینکه بتونیم این قوانین رو تعریف کنیم، اول باید بدونیم با چی طرفیم. هر سیستم هوش مصنوعی 4 تا بخش اصلی داره. مدل‌های اصلی، یعنی مغز متفکرش، داده‌های آموزشی که حکم خون توی رگ‌هاش رو داره، ورودی‌های شما، یعنی همون دستورا یا پرامپت‌ها، و در نهایت خروجی‌ها، یعنی اون چیزی که تحویل می‌گیرید. نکته کلیدی اینه: قرارداد شما باید تکلیف مالکیت تک تک این 4 مورد رو روشن کنه. اینجا دقیقاً میرسیم به یه دوراهی خیلی مهم که تمام قواعد بازی مالکیت فکری رو تغییر میده. سوال اینه: شما میخواید از یه هوش مصنوعی آماده استفاده کنید یا نه میخواید یه مدل سفارشی مخصوص خودتون بسازید؟ این دوتا مسیر زمین تا آسمون با هم فرق دارن. تفاوت این دوتا مسیر رو میشه اینطوری دید. پیاده‌سازی هوش مصنوعی مثل اینه که شما یه ابزار فوق‌العاده قدرتمند رو اجاره می‌کنید، ازش استفاده می‌کنید ولی مال شما نیست. اما توسعه هوش مصنوعی مثل اینه که دارید یه کارگار کاملاً سفارشی برای خودتون می‌سازید با ابزارهایی که دقیقاً برای کار شما طراحی شده. حالا بیایید با هم ریسک‌های مالکیت فکری هر کدوم از این مسیرها رو بررسی کنیم. خب اول بریم سراغ مسیر ساده‌تر، یعنی وقتی شما صرفاً یه هوش مصنوعی آماده رو پیاده‌سازی می‌کنید. توی این سناریو مدل اصلی هوش مصنوعی مال ارائه دهنده سرویسه، نه شما. پس تمرکز شما باید روی چی باشه؟ 3 تا چیز خیلی مهمه. اول، مطمئن بشید مالکیت تمام ورودی‌های شما، یعنی پرامپتاتون، برای خودتونه. دوم، مالکیت تمام خروجی‌هایی که از اون ورودی‌ها ساخته میشه هم باید مال شما باشه. و سوم، و این خیلی حیاتیه، باید ارائه دهنده رو از استفاده از ورودی‌ها و خروجی‌های شما برای آموزش مدل‌های خودش منع کنید. و اینجاست که اهمیت اون قرارداد دوچندان میشه. چرا؟ چون مثلا توی قوانین آمریکا محتوایی که فقط و فقط توسط هوش مصنوعی ساخته شده، کپی رایت بهش تعلق نمیگیره. پس شما نمیتونید روی قانون حساب باز کنید. تنها چیزی که از شما محافظت میکنه همون قرارداده که باید خیلی شفاف و صریح بگه مالک خروجی‌ها شمایید. خیلی خوب، حالا بریم سراغ مسیر هیجان انگیزتر و البته پیچیده‌تر، توسعه یه هوش مصنوعی سفارشی. اینجا جاییه که ارزش واقعی خلق میشه و البته ریسک‌های واقعی هم همین جان. پروسش معمولاً اینطوریه. شما با یه مدل پایه که ارائه دهنده در اختیارتون میذاره شروع میکنید. بعد داده‌های آموزشی اختصاصی خودتون رو بهش اضافه میکنید. نتیجه چیه؟ یه مدل کاملا جدید و بسیار با ارزش‌تر که مختص شما آموزش دیده. وقتی شما با داده‌های خودتون مدل رو فاین تیون می‌کنید یا از تکنیک RAG استفاده می‌کنید، دیگه فقط کاربر نیستید. شما دارید یه دارایی جدید و منحصر به فرد خلق می‌کنید. این تصویر رو ببینید. همینطور که داده‌های مختلف خوشه‌های متفاوتی رو شکل میدن، داده‌های اختصاصی شما هم اون مدل هوش محصولی رو به چیزی کاملاً منحصر به فرد و متعلق به شما تبدیل می‌کنه. در واقع شما دارید با داده‌هاتون به اون مدل هویت میدید. خب اینجا اون سوال $1,000,000 پیش میاد. داده‌های شما مدل رو هوشمندتر کرده. حالا مالک این مدل هوشمندتر کیه؟ شما یا توسعه دهنده؟ قرارداد شما باید به این سوال یه جواب شفاف و قطعی بده. چند تا گزینه روی میزه. اول اینکه شما، یعنی مشتری، مالک انحصاری این مدل جدید باشید. دوم اینکه مالکیت مشترک باشه بین شما و توسعه دهنده. یا سوم، توسعه دهنده مالک باشه ولی به شما یه مجاوز انحصاری برای استفاده از نسخه خودتون بده. ببینید، جواب درست از پیش تعیین شده وجود نداره. همه چیز به مذاکره شما بستگی داره تا به مدلی برسید که بهترین محافظت رو از مزیت رقابتی شما به عمل بیاره. و حالا یه نکته خیلی خیلی مهم.
این مدل‌های سفارشی عملاً حاوی اسرار تجاری و داده‌های محرمانه شما هستند. پس باید یه برنامه خروج خیلی دقیق و شفاف داشته باشید. یعنی چی؟ یعنی باید از همون اول مشخص کنید که اگه یه روزی قرارداد تموم شد یا خواستید همکاری رو قطع کنید، چه بلایی سر این مدل میاد. قرارداد شما باید چند تا چیز رو به صورت الزامی بخواد. اول، تخریب امن و دائمی اون مدل سفارشی. دوم، حذف کامل تمام داده‌های مرتبط باش، مثل دیتابیس‌های RAG یا داده‌های فاین تیونینگ. حتی باید روی استفاده از روش‌های خاصی مثل پاکسازی رمزنگاری شده هم تأکید کنید. و در نهایت از توسعه دهنده یک گواهی قابل تایید بگیرید که تایید کنه همه چیز حتی از روی بکاپ‌ها کاملاً پاک شده. اینجوری خیالتون راحته که اسرار تجاریتون پیش خودتون محفوظ میمونه. خب تا اینجا در مورد قراردادهای فردی صحبت کردیم. حالا بیاید یه قدم عقب‌تر بریم و به تصویر بزرگتر نگاه کنیم. این مذاکرات و قراردادهایی که امروز شرکت‌ها دارن انجام میدن، در واقع دارن آینده این صنعت رو شکل میدن. مثلا سازمان‌هایی مثل مؤسسه ملی استاندارد و فناوری یا نیست دارند روی یه چارچوب کار می‌کنن تا استانداردهای هوش مصنوعی رو ارزیابی کنن. هدف چیه؟ ایجاد نوآوری و از اون مهمتر اعتماد. این استانداردها در آینده کمک می‌کنن که این مذاکرات پیچیده قراردادی خیلی ساده‌تر و شفاف‌تر بشن. و این ما رو به سوال نهایی میرسونه. امروز قراردادها هستند که تکلیف مالکیت هوش مصنوعی رو مشخص می‌کنن. سوال اینه که فردا چه استانداردهایی این نقش رو به عهده میگیرن؟ پس نکته کلیدی که میخوام باهاش بحث رو تموم کنم اینه. همین الان توی قراردادهاتون کاملا هوشمندانه و استراتژیک عمل کنید، ولی همزمان حواستون به استانداردهای صنعتی هم باشه که دارن آینده هوش مصنوعی رو میسازن.